اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. عرفات این صداهایی بودن که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بلال را امر کرد تا مردم را برای خودش ساکت بنشانانند، تا اینکه هر لحظه در این موضع از جانب پروردگار توسط جبریل امین به محمد صلی الله علیه و سلم وحی می آمد. یکی از همین آیات ها آخرین آیات احکامی کتاب الله بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم در عرفات نازل شد. عرفات انا همون موضعی که در انا همین نیمه اول ماه ذوالحجه، خصوصا در دهه اولش در موسم ادای مناسک حج گردی پیامبر را 130,000 صحابی احاطه کرده بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آنها درس دین و اخلاق می آموخت. عرفات هر لحظه که هر حج کننده اگر یاد عرفات را بکند دلش ریش ریش می گردد. انا همان موضع، انا همان پاکترین و مقدسترین مکانی که در زمان مخصوص مقدس قدسیت پیدا می کند که در آنجا بنده دو دستش را برداشته به سوی پروردگارش طلب و التجا می نماید. بله، آن چیزی که اراده الله و خواست الله باشد انا همان خواهد بود. یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. و با مصیبت و فتنه و سنجش های نو به نوی که هیچ وقت این دنیای ما از اینها خالی نبودند، بار دیگر آن چیزی را که تقدیر کرده بود خداوند بر بالای عمر این دنیا بیامد و اینها صد شدن و معنی شدن که امروز حج کنندگان و زیارت کنندگان نتوانستند که در عرفات باشند، نتوانستند که امروز آخرین روزشان را در مینا باشند و امروز از مینا به کعبت الله بیایند. انا همین روز 13 ماه ذوالحجه روزی است که در مینا بودگی ها آخرین نفر و آخرین بار مینا را ترک میکنند و به کعبت الله می آیند و با همین حج فرضیشان را به اتمام میرسانند. رکنی از ارکان دینشان که به این دین به پررگی تمام نمی شود به اتمامش می رسانند. اگر توحید و اگر نماز و زکات و روزه داشتند، با انجام دادن آخرین رکن دینشان حج فرضی پیش پروردگارشان ارکان دینشان را کامل می کردند. انا همان روز، انا همین امروز بود که روز 13 ذوالحجه. بله، حیات دنیا هیچگاه خالی از مشکلات ها و مصیبت ها و سنجش های مصیبت آمیز و فتنه ها و بلاها نبود و این حیات همین گونه جریان دارد. کسی اگر در این بلاها و مصیبت ها صبر را پیشه کند، نصیب خوشخبری از جانب پروردگارش خواهد شد. الله متعال می گوید و بشر الصابرین. خداوند متعال می گوید و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البعث. البته در این مصیبت ها و بلاها کسانی که در هر تنگ دستی و هر بیماری صبر می کنند، از جانب الله متعال، از جانب پروردگارشان به سوی آنها خوشخبری است و آنها را الله تعالی وعده می دهد ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. و بر تأکید که ما آنانی که در آن فتنه ها و بلاها و مصیبت ها صبر می کنند، آنها را ما با
بهترین اجر و بهترین و برتر از آن که عمل کردند آنها را سزاوار اجر بزرگ خواهیم کرد. آنی که برادران زیادی از این میپرسند خداوند کی ما را نصیب میکرده باشد که باز انا همان روزی را پیدا کنیم که قدم هایمان را در پاکترین و مقدسترین خانه، در خانه پروردگارمان بنماییم و خداوند ما را نصیب بگرداند که ما از جمله مهمانان میخواندگی و پذیرای میشدگی خانه پروردگارمان بگردیم. البته گذشتگان ما اگر چند از ادای این رکن دینی، از ادای مناسک حج محروم بودند، ولی هم هیچگاه ناامید نگشته بودند و همیشه دعا میکردند که خداوند راه حج را برای آنها کشاده بگرداند و آنها را نصیب بگرداند که از جمله مهمانان خانه پروردگارشان بشوند. بله، انا همان دعای گذشتگان ما بود برای نسل امروزه ما که خداوند برای ما میسر و آسان گرداند که امروز ما مدت قدم هایمان را در پی قدم های ابوبکرها و عمرها، عثمانها و علیها گذاشتیم. بله برادران، آنچه تقدیر خداوند است امروز ما باید که به آن صبر بکنیم و در برابر صبر داشتنمان باید همیشه دعا بکنیم. باید روزی را برای خود انتخاب بکنیم، همگی 2 رکعت نماز بخوانیم و بعد از نماز پیش پروردگار التجا بنماییم با دعا کردن چگونه گذشتگان ما این راه را گذشتند و این راه را کشادند. توسط دعا، با دعا کردن ما این راه را میکشاییم و انشاءالله باز لبیک گویان به خانه پروردگارمان خواهیم رفت. آنچه از حیات دنیا طبق حجت هایی که باید آماده کرده شوند برای ادای حج عمره، البته یگانه شرکت رسمی حج و عمره نزد اداره مرکزی مسلمانان روسیه بولگارتور همیشه یک جایه با شما در راهی است که آن راه ما را به الله نزدیک بکند و در راه خدمت به مهمانان پروردگار است و طبق این حجت گذاری ها و وعده هایی که از طرف وزارت حج و اوقاف عربستان سعودی و مسئولین کمیته های دینی مسئول حج در روسیه آمادگی و وعده ها برای زائرین کرده ایستادند، انشاءالله در ماه های نزدیک این راه کشاده خواهد شد و باز تعلیمات مناسک حج، آماده کردن و آموزش ادای مناسک حج شروع خواهد شد و مهمانان خداوند و زائرین لبیک گویان به جزیره العرب خواهند رفت. امید بستن و امید کردن به این که آینده ما آینده خیر است، برای ما عبادت است. الله متعال ما را امر میکند که هیچگاه ناامید نباشیم. پس برای آن امیدمان باید که همیشه تلاش و کوشش و اجتهاد باید داشته باشیم که آن هم فقط دعا است و دعا. انشاءالله طبق موعدی که برای ما گذاشتگیند در نیمه دوم ماه
ماه 9 ماه سپتامبر آمادگی ها برای رفتن حج عمره. این هم یک بشارت و یک خوشخبری است برای، زیرا این هم به خاطر انجام دادن یک عبادت بزرگ خواهد شد و انشاءالله با تواضع و زاری و التجا از پروردگارمان دعا میکنیم که خداوند آن روز را برای ما بیارد.